سلام دوستان عزیز، چطورید؟ خوش اومدیم به این ویدیوی خفن جذاب دیگه. امروز اومدیم با بازی فوتبال PLC که ببینیم چی میشه. بچه‌ها این یه بازی خیلی جالبه که اینجا همین که اول ویدیو اومدیم میفهمیم که بازی انگار یه جوریه که بازیکناش انگار بچه‌ن، مثلا اینطوری مدلش که خیلی جالبه. و اومدم که یه پارت ازش بذارم ویدیو و ببینیم که چی میشه. بریم که سراغ ویدیو. رسکو لینک رو زیر ویدیو هست، حتما نازل بشین. خب بریم یه تیم ملی بزنیم. بازی دوستانه میزنم من، چون دیگه بازی خاصی ندارم. خب من خودم رو میزنم ایران، حریفم ببخشید دست نخورد میزنم ژاپن دیگه. یه رقیب معمولیم، نه رقیب که مثل خودمونه. خب این از ژاپنمون. خب اینجا ترکیب رو میتونیم بچینیم بذاریم بیاد. اینجا ترکیب و این داستان هاست. خب بریم دیگه این بازی چی میشه. خب باز شروع شد. خب قرمزا ماریم، آبیا ژاپن، شبیه استقلال پرسپولیس شد. عجبا. خب اینها نه نرو اوف نشد و خطا میکنه چه بچه. خب این که چی میشه، بخوام شوت کنم یعنی بشه گل تاریخی. همینجا توپو میشوتیم و توپ تیرک خورد در ریواندو توی دروازه. بابا گل برای ایران. این کاشته که به تیرک خورد اینجا در ریواندو. یک گل خیلی جالب، گل خیلی عجیبی بود. به چیش ولش کن. خب اینجا این بازیکن کچل توپو گرفته، اینجا ببرش ماشاءالله، ببرش همه رو. او نه و گل برای ایران. تو چه فاصله کمی دوتا گل زدیم. چقدر خوب بود این گل. اینجا ادامه کار. حالا اینجا دوباره میگیره توپو، میبره. اینجا فرصت است واسه گل سوم. نه این بار دیگه دروازه‌بانشون گل سوم نخواست بخوره. اینجا دوباره میگیره توپو و اینجا او ببر. او نه نشد. اینجا بگیرش. نه نشد. بازیکن ژاپن نمیخوان گل زیادی از ایران بخورن. حالا گل میشه. نه نخوریم گلو که بنازم. نخوردیم. ایچ شد و پایان نیمه اول. حالا مثلا نیمه دوم که الان شروع شد. خب اینجا توپو گرفت دوباره. حالا فرصت هست میره واسه گل بعدی یا نه. گل بعدی نه نشد که بشه. حالا اینجا چیکار میکنه این بازیکن حریف؟ فعلا بازی دنبال میشه. بازیکن ژاپن توپو گرفتن. اینجا فرصت برای گل اول ژاپن هست که عالی ماشاءالله بهتر آزبان. خب حالا یه همین از بازیکنه ما اینجا میبره توپو، همچنان مستقیم داره میبره. اینجا یه دفاع جلوش هست میتونه پاس بده، اما خب من نمیخوام بدم پاس. اینجا میره دوباره نمیره. میره. چی گفتم؟ آها وای نشد که بشه. اینجا توپ از ما میگیرن. اینجا خب توپ بیرون میره. حمله بازیکنان ژاپن. اینجا فرصت برای گل اول هست. دریبل میکنه و این شد که عالی گرفت در بازیکن ما. عالی میگیره. حالا یه ضد حمله چیکار میکنیم؟ ضد حمله رو گل میکنیم. به نظر نمیاد که گل بشه، ولی خب دیگه باز میریم جلو. اینجا فرصت. بابا یکی بیاد دستم. نشد دیگه. میگفتم. خب اینجا شد. پرتاب شد بنفع ایران. حالا میبره. فرصت هست برای گل. رفت اما نه. اینجا فرصت هست.
بازم توپ گل نشد. دوباره هیچ فعلا جلویم. میریم گل بعدی. یه سوپر گل. چه گل زیبایی زد. یه گل بی‌نظیر اصلا زد بروز چسبوند دور دروازه حریف. زبونم بند اومد از بس که این گل عالی بود. ما چه ربطی داره؟ حالا و تمام پایان بازی. برتری 3-0 ایران در برابر ژاپن. بچه‌ها مرسی که ویدیو امروز ما تماشا کردین. لایک کام فراموشتون نشه. اگر میخواین از این بازی بیشتر ویدیو بذارم لایک های ویدیو رو به 5 تا برسونیم. مرسی. لینک کانال رو بکنم زیر ویدیو هست. حتما عضو بشین تا ویدیو بعدی. فعلا گود بای.